آریت چند تا اسپانسر سری 7 آیت امیت دارم، اودی دارم، ماکان دارم، بعد بنز سیرس دارم. شاسی بالام به من میخوره، ولی حالا مثلا شاید بگه هیوندای تیوادو یخچالی. بکس یوتیوب چطورید؟ مصطفی اینجاست با یه چالش خیلی خفن دیگه. به جرئت میتونم بگم یکی از خفن ترین چالش‌های ماشینی کشور. حتما تا انتها ببینید که واقعا سورپرایز زیاد داره. مرسی. آقا سلام. وقتتون بخیر. شما ماشینتون چیه؟ ماشین که زیاد دارم، کلکسیون دارم. من فقط چند تا مثلا ماشین دارین؟ 20 تا کاملش. 20 تا. چند تاشو میتونی اسمشون مدلشون رو بگی؟ هامر اینه، پورشه است. آره فقط چند. خب آریت چند تا اسپانسر سری 7 آیت امیت. بسه به خدا بسه. اکثر ماشینای آس دست خودتونه بس فکر کنم. به جز اون فراری قرمزه. اون دست شما میتونم. کلکسیون کامل میشه. آره ان شاء الله. خب و اینکه به نظرتون نفر بعدی عکس شما رو ببینه حدس میزنه ماشینتون چی باشه؟ لامبورگینی دیگه احتمالاً. لامبورگینی تو ایران نیستش. آره آریت هم نبودن. شما آوردین ولی. اوکی خب حالا یه حدسی که ماشینی که تو ایران هست بخوایم بزنیم. اون فراری قرمزه دیگه، تنظیمی موندم فراری قرمزه. و اینکه رضایت دارین ویدیو پخش بشه. هم سلام. سلام. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ ایشون آقا سامان هستن فکر کنم. شناختنشون؟ بله. ایشون که فکر کنم ماشین زیاد داشته درسته. باشن. خب اینکه ماشین خودتون چیه؟ ماشین خودم فیتلتیه. بعد اینکه نفر بعدی عکس شما رو ببینه به نظرتون حدس میزنه که ماشینتون چی باشه؟ نمیدونم. حالا یه حدسی بزنید از روی قیافه‌تون. X4. خب اوکی رضایت دارین ویدیو پخش بشه؟ بله. آقا سلام. وقتتون بخیر. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ ایشون ساینای سفید ایران 50 یخچالی. X4. نه جدی به نظرت ماشین به خدا جدی میگم ساینا نباشه کویکه. اونم سفیده. سفید کلا. اوکی و اینکه ماشین خودت چیه؟ برای من بستر. و اینکه به نظرت نفر بعدی عکستو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ پیکانی با این قیافه پیکانی پرایی. آره متواضعی هستی کلا. دمت گرم. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ پراید آچبک پراید فول اسپورت. جدی بود نظرت همین؟ جدی کاملا جدی. اوکی و اینکه ماشین خودت چیه؟ ماشین من تویوتا جی تی سونیکه. ایول. و اینکه به نظرت نفر بعدی عکستو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ سیلو پرشیا. سیلو پرشیا. خب شما هم متواضعی پس. آقا سلام. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ بشو اسپورتیجی سانتافه چیزی. اوکی و اینکه خب ماشین خودت چیه؟ سری 6. و اینکه به نظرت نفر بعدی عکستو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ X4. بنزی بی ام چیزی فکر کنم. بنز بی ام. وقتتون بخیر. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ بی ام و. ایوه دقیقاً درست گفتی. خب ماشین خودتون چیه؟ و اینکه به نظرت نفر بعدی عکستو ببینه حدس میزنه که ماشین چی باشه؟ 206. خب ممنونم که تا اینجا این چالش رو نگاه کردیم. ماشین بعدی سورپرایز همتون تو ایران دیدینش. اکسپلور پر شده ازش. فقط اینو میگم که رنگش سبزه. آقا سلام. عرض ادب. سلامت باشی. مرسی. به نظر شما ماشین این آقا پسر خوشگل و مشکل چیه؟ ماشین این آقا پسر میخوره بهش یا C200 باشه یا Z4. C200 و Z4. آره. چرا این حدس رو میزنی؟ یه به شخصیتش. آها. از نظر من این ماشین رو میخوره. درسته. و اینکه خب ماشین خودتون چیه؟ من ماشین زیاد دارم، اودی دارم، گلف دارم، بله. ماکان دارم، بعد بنز سیرس دارم. چند تا ماشین آره. دارید؟ خب حالا فکر کنم خفن ترینش همین باشه دیگه. آره چیه مدلش؟ این اودی R8 2022 V10 پلاس که گذر آوردیم. بله. چند وقت دست شماست؟ این از شهریور دست من. خب هزینه نگهداریش بودم این چقدره؟ هزینه نگهداری علاوه به اون 5 ماه که باید هزینه تمدید بدی براش. بله. یه هزینه روغن و لنت و این هزینه‌اش. تقریبا مثلا ماهی $2000. بله. و اینکه خب به نظر نفر بعدی عکس شما رو ببینه حدس میزنه ماشینتون چی باشه؟ CLA بنز CLA. اوکی. و اینکه خب رضایت دارین ویدیو پخش بشه؟ بله چرا که. سلام خوبی؟ وقتتون بخیر. مرسی. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ نه فکر کنم 207. 207. شما چی؟ رانا چه رنگی؟ مشکی. چرا مشکی؟
چیه دیگه بهش میخوره دیگه. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. خب حالا ماشین خودتون چیه؟ کیا چی؟ اپتیما. خب ماشین شما سیه. آره. خب به نظر نفر بعدی عکستو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ 207 لش آره. یکی تگزاس بلدی. به نظر این آقای پسر خوشگل ماشینشون چیه؟ به نظرم میخوره بشه 206 بله ریسینگ شیشه دودی 100% داشته باشه 100% دودی. خب و اینکه ماشین خود چیه؟ هم سری 3. بعد به نظر نفر بعدی عکس خودتو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ 207 شیشه دودی 100%. تیوا دوستشون میگن تیوا. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ به نظر من ایشون سراتو یا الانترا. و اینکه ماشین خود چیه؟ مالفا به نظر نفر بعدی عکسشو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ اپتیمای آذرایی. اپتیما آذر. به نظرتون ایشون ماشینشون چیه؟ سمنده EF7 تاکید. خب ماشین خودت چیه؟ ماشین خودم مزدی. و اینکه به نظر نفر بعدی عکس خودتو ببینه به نظرش ماشین تو چیه؟ اگه این عکسمو ببینه یه 207 رو میگه. 207. به نظرت این بنده خدا ماشینش چیه؟ ببین پراید مشکی دو رنگ به نظر میخوره. نه دیگه نه این وضعیت درست نیست آقا. دو رنگ حالا برای چی؟ از چه جهت دو رنگ؟ این مشکی بودنش که به خاطر لباسشه. چه ربطی داره؟ دو رنگ بودنش یکم سیسش میخوره قشنگ ماشینو بوده باشه. آره. میخندی ها برات دارم یه آش برات بپزم. با اینکه ماشین خود چیه؟ ماشین خودم آی 20 داشت. خب حالا عکس خودت نشونه بعدی بدم میگه ماشین چیه؟ باید بدونه. به نظر من چیزی که همه باید بدونم ولی آی 20 همه باید بدونه. آره. خب دیگه مد شده بقیه داشته باشم ولی نه من فکر کنم حدس بتونه بزنه هیون داره حدس بزنه. آره. اوکی. و این ظرف غذایی چیه؟ باشگاه اومدم. آره دیگه. سوال شده دارم. این آقا پسر گل به نظرت ماشینشون چیه؟ گلو 328 BM 328 یا 111 کف مثلا. پراید 111. چه ربطی داره؟ چقدر واقعا تقارن داشت حرف به جفتش میخوره استایلش. درسته. و اینکه خب ماشین خودت چیه؟ ماشین خودم 528. و اینکه نفر بعدی عکس خودتو ببینه به نظرش ماشینت چیه؟ به ظاهر نیست ولی خب سانتافه شاید. سانتافه. خب یه عکس دیگه هم می‌خوای بزنی؟ سانتافه یا حالا هیوندا یا کیا. به نظرت ایشون ماشینش چیه؟ BMW سری 1 هاچبک یا سری 1 هاچبک. خب یا شاید هم 528. 528. و اینکه خب ماشین خودت چیه؟ 325 2010. حالا نفر بعدی عکسشو ببینه به نظرت حدس میزنه ماشین چی باشه؟ نفر بعدی ماشین که هیچی موتور شاید. موتور. انسان 206 لوازمی چیزی تو این مایا تو این رنگی 206 مشکی. سلام. وقتتون بخیر. به نظر شما ایشون ماشینشون چیه؟ من احساس میکنم که BMW دارن. BMW چه مدلی مثلا؟ A few moments later. شما میخواین کمکشون کنین؟ نه. لکسوس داره. لکسوس. اوکی. خب حالا ماشین خودتون چیه؟ من FG. FJ کروز. اصلا بهتون نمیخوره. آفرود میریم باش دیگه. خب و اینکه به نظرتون نفر بعدی عکس شما رو ببینه حدس میزنه ماشینتون چی باشه؟ شاسی بالام به من میخوره ولی حالا مثلا شاید بگه هیوندا بگه مثلا. هیوندا. آره. اوکی. و اینکه رضایت دارین ویدیوتون پخش بشه. موردی نداره. شما چی؟ من. وقتتون بخیر. به نظرتون ماشین این خانم چیه؟ تیوادو یخچالی. شاسی بالام به من میخوره ولی حالا مثلا شاید بگه هیوندا. تیوادو یخچالی. حالا یه حدس دیگه میخوای بزنی؟ کویک مثلا. کویک. بنده خدا نمیدونم. با ماشینشون FJ کروزه. اصلا بهشون نمیاد ولی. خب ماشین خودت حالا چیه؟ منم باشم دیگه. شما هم باش. 25 سال اعتبار بیرون بابا. ماشین خودتون چیه؟ سری 7. سری 7 2000 چنده؟ 23. خب حالا به نظر نفر بعدی عکس خودتو ببینه حدس میزنه ماشین چی باشه؟ LX 600. اوکی. رضایت داری این ویدیو پخش بشه؟ بله. مرسی. من خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر دنبال چالش‌های خیابونی خفن کف تهران می‌گردی حتما چنل منو ساب کن، باعث افتخارمه. هفته‌ای 2-3 تا چالش خیابونی خفن براتون آپلود می‌کنم. اگر هم دوست دارید چالش ماشینی ادامه دار باشه حتما این زیر تو کامنت‌ها بهم بگید که بگیریمش. دمتون گرم.